سلام دوستان عزیز، این برنامه نوبتی ترانسفر در عمل است. سخن را در مورد انگشت شمارترین بازیگران روسی در اروپا دوام میدیم. اینجا گپسری نیکیتا خایکین می رود که با امید عملی کنی آرزوی بازیکنی در انگلیا در بریستول سیتی به قول لاغ شد و دیگر باره به تیم سابقش برگشت. خایکین به تیم نروژی بودی گلیمت برگشت. دروازه‌بان روسی 27 ساله هنوز ماه ینور به صف بریستول سیتی پیوست، اما در انگلیا هیچ بازی دایر نکرد. بعد آن که دستپوشک‌های نماینده کشور هاکی در وطن فوتبال در کرسی‌های احتیاطی به پرگی یخ بستند، خایکین ناچار به تیم برگشت که آنجا البته که محبوبیت خاصه دارد. این بوده گلیمت است. در صف آن نیکیتا از سال 2019 تا سال 2022 برآمد کرده، همکنون باشد سر کار تا تابستان سال 2026 شرطنامه نو نوشته کرد. اگر در موسم قبلی فوتبالی دسته خایکین توانست خودی رام را گلباران کند، ولی از این پس فکر میکنم وقتی رقابت با تیم‌های انگلیسی در یوروجام‌ها خایکین در دروازه‌ها چون عنکبوت خواهد بود. نوید دیگری فوتبالی از کشور سرمازده آن است که تورپدوی معروف در دوران شوروی هموطن سابقه‌دار رونالدینیو را بهر امید نجات آورده است. تورپدوی مسکو با همین از گزارش حمله‌ور برزیلی با نام اندره فیلیپ رسما اعلان نمود. باشگاه مسکوگی و فوتبال باز 32 ساله شرطنامه همکاری را به امضا رسانیدند که در مورد مهلت قرارداد و معاش بازیگر مهر مخفیت زده شده است. قابل قید است که اندره فیلیپ مسندی کسبی را در تیم سانتوس شروع نموده، بعدا در صف تیم‌های دینامو کیف، باردوی فرانسه، اتلتیکو مینیروی برزیلیا، کارینتینسی برزیلیا، اسپورتینگ پرتغالیا و گرمیوی برزیلیا بازی کرده است. دسته اخیر او تیم برزیلی کویابا بود. در عموم این حمله‌ور 77 گل و 13 پرتافت گلی در 265 بازی‌های چمپیونات برزیلیا زده است. سطح چمپیونات‌ها را یک طرف گذاشته، تنها برای رقمچینی اگر این شماره را اقلاً به آمار منوچهر جلیلی 32 ساله قیاس کنیم، این برزیلی 32 ساله 9 گل و 11 پرتافت گلی کمتر دارد. به نظرم بر زمین برزیلی بودنش اگر این بازیگر باز از آرژانتین هم باشد، بهر نجات دادن تورپدو از تهخانه میر پرمیر لیگ روسیه هیچ کارنامه بزرگی را به سامان رسانیده نمیتواند. یکی از قرارهای عجیبترین و غیر انتظارترین در فوتبال آلمانی که سالهای اخیر قبول کرده شد، این از باواریا جواب داده شدن یولیان ناگلزمن می باشد. به راستی بسیاری تا حال نمیدانند که چرا کاری ناگلزمن به راهبران دسته اساسی از آلیانس آرنا پسند نآمد، ولی مهم آن است که ناگلزمن تا حال از میونخن جامدان غن نکرده بود که راهبریت باواریا تیزکک و بازار شتافته توخل را در وظیفه مربیگی تعیین کرد. این متخصص 49 ساله آلمانی با باواریا شرطنامه تا سنه 30 یونی سال 2025 نوشته کرد. گفته می شود که قرار تعیین کنی توماس توخل به وظیفه از جانب رئیس کمیته اجرایی باشگاه الیور کان و دیرکتور ورزشی دسته حسن سالیخامیچ برآورده شده، با پرزیدنت تیم گربرت خاینر نیز در این راستا موافقه شده است. اولین بازیش را توخل چون سرمربی باواریا روز 1 اپریل در میدان خویش مقابل تیم سابقش بروسیا دورتموند دایر می‌کند. در مرحله 1/4 نهایی لیگ چمپیون ها باشد باواریا با منچستر سیتی برخورد می‌کند. توماس توخل در طول مسند مربیگی خویش 10 جایزه به دست آورده است و اینجا میتوان از لیگ چمپیون ها، سوپر جام اویفا، چمپیونات باشگاهی جهان و چمپیونات تنها آسان برای PSG را در فرانسه نام برد. در مورد مرحله نوی رقابت‌های دسته توخل و گواردیولا اگر به یاد بیاریم، در آلمان گواردیولا توماس را پیوسته مغلوب میکرد، ولی مقابل منسیتی تیم انگلیسی توماس بازی تماما دیگر داشته بود. خصوصا پیروزی تاریخی چلسی در فینال لیگ قهرمان‌ها مقابل سیتی از خاطرماندترین هاست. یکی از سبب‌های اصلی باور کردن وظیفه سرمربیگی باواریا به توخل در پیشروی برخورد قاتلانه با پپ ممکن محض همان پیروزی کلیدی باشد، ولی کاتالانی زیرک شیخان هم نفر نیست که در هر سنگر به زودی شکست خورد. بازیگر ترک‌تبار آلمانی مسعود اوزیل باشد، بعد از آن یک چند پیش از ختم مسند ورزشی کردنش به همگان گفت
فقط و فقط روزی دل می‌کشاید. این نوبت اوزیل از آن گفت که چرا سال 2010 به بارسلونا نرفت و رئال مادرید را انتخاب کرد. اوزیل میگوید انتخاب میان رئال و بارسلونا بود، گپ سر پول نبود. نمیدانم این را همگان میدانند یا نه، ولی زمانی که من عازم مادرید و شهری بارسلونا شدم فرقیت در بودن ژوزه مورینیو بود. مورینیو برایم سیر عالی دایر کرد. او مرا به ورزشگاه برد و همه جایزه ها را برایم نشان داد. از این حالت سخت مرا احساسات فرا گرفت. تشریف به بارسلونا باشد مرا کمتر خرسند نمود. پپ گواردیولا حتی کوشش واخوردن را هم نکرد و این مرا آزرده نمود. تا این سفر البته اسلوب بازی بارسلونا برایم پسند آمد و من فکر میکردم که آنجا بازی میکنم، ولی کوشش های رئال بیشتر بودند. همین طریق ژوزه مورینیو عامل اساسی در قرار من گردید. بعد این سفرها به پرگی قرار کردم که بازیگر رئال خواهم بود. با جنبستی سخنهای اوزیل تنها همین را میتوان گفت که در قیاس به مورینیو گواردیولا در میمانداری آنقدر آدمگری نداشته است. معلوم میشد که بیهوده ژوزه را نفری مخصوص نمینامند. بعد حساب پول‌های چلسی معلوم گردید که تیم لندنی در موسم 21-22 در حجم 121.3 میلیون پوند استرلینگ ضرر دیده است و این را به تحریم‌های زمان ابراموویچ ربط می‌دهند. روشن‌تر کرده گیریم چلسی آن زمان هوده‌دار بود که از روی اجازتنامه مخصوصی حکومت بریتانیای کبیر فعالیت برد. باشگاه از محدودیت‌های چون فروش چیپته‌ها و تجهیزات ورزشی در مغازه‌ها، قبول فرمایش‌ها در برگزاری چهاربینی‌ها و همچنین امضاکنی شرطنامه با بازیگران و سرپرستان برخوردار بود. همان وابسته از چنین ضرر اقتصادی درآمد باشگاهی از 434.9 میلیون پوند تا 481.3 میلیون بیشتر گردیده، فایده به دست آمده از فروش تجهیزات ورزشی و خدمت‌رسانی‌ها تا 171.1 میلیون زیاد گردیده است. باشگاه 118 میلیون پوند به هیئت دسته اولیه در دوام موسم 21-22 مبلغ گذاری نموده از فروش بازیگران در حجم 123.2 میلیون فایده به دست آورد. بر زمین ضرر اقتصادی در عموم طور اشاره شد 121.3 میلیون پوند استرلینگ را تشکیل می‌دهد. وابسته به ضررها در همین سال و مشکلات عملیاتی وابسته به تحریم‌ها، چلسی همگان را باور کنانید که رعایت‌کنی قاعده فیرپلی مالیوی اویفا و پریمیر لیگ را ادامه می‌دهد. رعایت چنین قاعده‌ها با آمدن میلیاردران آمریکایی برادر قیامتی برای بریتانیا البته که باز هم آسان‌تر می‌شود و این هم البته در قیاس به راهبری رومان ابراموویچ است که ناچار از کشور بزرگان گریزان شده بود. در قسمت جنوب غربی لندن اگر درآمد و برآمدهای اقتصادی را حسابی کتاب دارند، نماینده شمالی لندن از اشتراک در پایگاه قهرمانی و قول باد گرفته در تابستان گروه بازیگران نالازم را از دسته گسیل کردن است. هرچند که پیشتر از این به آرسنال بی‌جایزه فقط بازیگران میانه حال می آمد، به قول خبرنگار وسن مارکن ایروین آرسنال آماده است که در تابستان می آمد از صف خویش نیکولیا پپه، انسلی میتلند نایلز، البرت سامبی لاکونگا، پابلو ماری، سدریک سوارش، نونو تاوارش و رونر الکس رونرسون را جواب دهد. هرچند دقیق نشده است که عیناً همین بازیگران امیریتس را ترک می‌کنند، ولی مدعیان اساسی برای گرفتن سفر خدمتی یک طرفه محض همین هایند. الکس رونرسون دروازه‌بان موسم جاری در آلانیا اسپور گذرانیده، آنجا در دوام 23 بازی یک اسیست هم دارد. الکی دومین موسم معلوم است که رونرسون در آرسنال آینده ندارد. موقع دروازه‌بان احتیاطی را ترنر اشغال نموده در شتورم اوستراگی باشد آرتور اکونگ و تجربه می‌گیرد. خلاص که الکس هیچ امکانی برای گرفتن مکانی براحت در آرسنال ندارد و ممکن که ترک‌ها این دروازه‌بان را با انجام موسم خودی نمایند. نونو تاوارش هرچند که نسبت این بازیگر در آرسنال و قول خنک نظری میکنند، تاوارش الکی در 20 بازی مارسل آن 6 گل زده در روی خط نشانزنها بعد الکسی سانچز نفری دوم است. تاوارش توانست که بازیگر مهم تیم ایگور تودور شود و از این رو میتوان گفت که مارسل با کمال میل میتواند با پرگی صاحب چنین بازیگر شود. سدریک سوارش دفاعگر کناری سابقه دار به اجاره 1.5 ساله به فولهام رفت و این هم با مقصد گرفتن وقتی بیشتری بازیکنی و یافتن نرخی دقیق بازاری. اینجا اگر سوارش 2 پای در یک موزه هم زند، تابستان از دسته جواب داده می شود و عوض کننده احتمالی او را در سیمای ایوان فرسنده
از ولید هم یافته‌اند. پابلو ماری این بازیگر باشد میتواند به پرگی در مونزا بماند، زیرا دسته با موفقانه موقعش را در سری آ حفظ کرده ایستاده است. اگر همه چیز به درستی دوام یافته گیرد، طبق قرارداد اجاروی سخنها سری خریداری حتمی نیز بلند می شوند. البرت سامبی لاکونگا اینجا وضع به پرگی مشکل است، زیرا از این بازیگر انتظاری ها زیادند. اجاره به کریستال پالاس مخصوص برای یافتن بازی پرصفت راه اندازی گردید. اگر ارسنال تابستان رایس را خریداری کند، پس گفتن ممکن است که سامبی را جز یافتن جای کار دیگر علاج نمیماند. اینسلی میتلند نایلز از سال 2021 تا به حال این بازیگر در اجاره در بدر است. نخست ایپسویچ تاون از چمپیونشیپ، بعدا روم ایتالیایی، اکنون باشد ساوثگمپتون که در زینه 20 قرار دارد. آن سطحی که ارسنال عین حال دارد به نظرم با رفتن میتلند نایلز حتی میلیمتر هم پایین نمی شود. نیکالیا پپه فرانسوی سرپول طلب باشد، بر ضمن آنقدر در کاری نبودنش با سری پول بیشتری هم جنجال میبردارد. نیکالیا پپه مثلا نیتسا آماده خریداری بازیگر است، ولی نه به نرخ گرانی که جانب ها طلبگارند. در این صورت توپچیان تنها یک وریانت دارند: تمدید کنی اجاره بازیگر به یک سال دیگر و ادامه دهی پرداخت معاش در حجم 140,000 پوند در یک هفته. معاش یک هفته اینه که میتواند به کلبه را صاحب خانه کند. خلاص که میان موسم تابستانی دقیق خواهد کرد که ارسنال اخیراً از کدام بازیگر خلاص می شود و کدامی را در دسته می ماند. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیتو پیروز باشید.